دو هفته بری دماکو دادگاه بلندیا پاکستانه بریارا 2010 یاف جزا کرنا آسیا بیبی بتال کر لسرن سر پاکستانه خو پیشاندان گرسی پیک هات. جنا خریستیانیا پاکستانی به ادعای زماندرش کرنا پیغمبر محمد به جزای اعدام کرنه هاتو بو تاوانبار کرن. لسر بریارا دادگاهی پارتیا اسلامی یا به ناو تحریک لبایق پاکستان فرمانک وشاند و داردکرنا آسیا بیبیه خواست. سروک وزیر پاکستانی داخویانی و پارتیه شرمزار کرد. لپش ره حکومت به و پارتیه را پیمانک چکر. گورا و پیمانه با بیبی درکتنا در و پاکستانی به قانونی هات قدقه کرن. تشت هری گرنگ دوی مجارده دادگاه بلند یا پاکستان بریارک دا او گود کو او کسا بسوچه او توانن همبر چود بون او جرباندنه که کو او حکومت پاکستان بریارا دادگاه بلند بجه بکه پاراستنا دادوره او آسیا بیبی بکه یانجی نکه. کمیسیون امریکا یا سر آزادی اولیا ناونتوی دبیجه کل هفته و یک ولاتی زماندریجی اولی مینا سوچک جزایت قبول کرن و 6 جوان ولاتان دا جزایا ویا مرنه. لروشلاتا ناوین او قانون بپرانی نه بتنی جبو بن پیکرنا مافین اولی ین کیمانین اولی تین بکارینان لیوکی من بالکشان دبو سر او جبو حیف گرتنا جمرووان آن جبو دزدریجی کرنا لسر مرووان تین کارانین. باور دبیجه که پیوندی هرمین امریکا و ولاتین دن جبو پیشکری آزادی اولی گری نبه سدما بیدنگی.